آدم ها انتخاب نمی کنن که به این دنیا بیان، اما انتخاب می کنن که عاشق چه کسی بشن. البته ممکنه ناخواسته انتخاب کنن، اما خب حتی انتخاب نکردن هیچ کس هم خودش یه جور انتخابه. آردا زینب؟ لعنت به این شانس. آردا کجا رفتی آردا؟ ای خائنا، همتون خائنین. شمایی که با من این کارو کردین امیدوارم به زودی جوابشو بگیرین. همتون خائنین، باید تقاضا پس بدین. دمت گرم ظریفه، خیلی دختر باحالی هستی. نتیجه اعلام میشه، شناسی برنده این انتخابات شد، عالی شد. دلم میخواد گریه کنم، دلم میخواد از خوشحالی گریه کنم، اما نمیتونم گریه کنم. خواهرم قربونت برم. چیکار میکنی؟ قربونت برم. خب بستی کافی دیگه. باور کنید نمیدونستم با یه تیکه کاغذ قهرمان میشم. آفرین ظریفه جان، آفرین به تو. همیشه باید به صدای قلبت گوش بدی، اون درستشو به تو میگه. بیا اینجا. آفرین. بیچارمون کردی ظریفه، اما اگه به من میگن آقا رستم میدونم باهات چی کار کنم. همه دست این دوتا جونور رو بگیر و ببرشون خونه، بی خودی اکسیژن و هدر میدن. برید ببینم. برید. بشنم بابات این دفعه دیگه واقعا دیگه شنید دادم حالش خوب نمیکنه. شناسی ساکت. این دنیا فقط برای من جا نداره. این چه وضعش آخه؟ آردا تو بودی، میدونم. خودتو نشون بده. کجایی آردا؟ وای بارش، باز قصر در رفتی. زینب کجا؟ چرا مثل دیوونه ها میتوی این ور اون ور؟ تو حالت خوبه زینب؟ آره؟ چی شده دختر؟ آردا رو دیدم. آردا؟ دوست همون پسره؟ دختر اون اینجا چی کار میکنه؟ آره خول شدی ها؟ آره درسته واقعا. آیلش کن، حالت خوش نیست. بیا بریم خونه ما یکم حرف بزنیم. بیا. ظریفه چیه؟ چیزه، یعنی اگه تو توی اون کاغذ بله نمی نوشتی. خیلی خوب باشه، ولی من به خاطر تو که این کارو نکردم. برو به جون بابا مامان دعا کن. بریم. آره جون خودت داری عاشقم میشی دختری یا خیلی احمق. بسه دیگه، خودتو کشتی. آخه چرا من هنوز به آردا فکر میکنم؟ ظریفه به نظرت من احمقم؟ زینب بیا بگی بشین. دختر تو احمق نیستی. خب چرا باید احمق باشی؟ خب عاشق دیگه، عشق کورت کرده، برای همین اینطوری شدی. خیلی آروم برام تعریف کن ببینم دقیقاً چی شده. بگو دیگه. چی بگم پسر؟ دختر از اون ور دنیا آمده منو پیدا کنه. شکل چقدر بدشانسی، بد جوری گیر افتادی. میفهمی؟ آره واقعا تو رو دیدمش، مطمئنم دیدمش. به خدا راست میگم دیدمش. نکنه من
دیوونه شدم. ظریف من دیوونه شدم. نه خوب دیوونه که نیستی. چه حرفیه؟ دیوونه کجا بود؟ نه فقط یه چند روزه هی آردا میکنی. خب لابد توهم زدی دیگه زینب. چی بگم؟ انقدر چیز نکن دیگه، داری کم کم منو میترسونی. مگه میشه فکر نکرد ساواش؟ اگه این قضیه لو بره من بیچاره میشم، میفهمی بیچاره میشم. خب آخه باید آروم باشی ببینیم چی کار میشه. یه راهی پیدا میکنی. این هیچ راه حلی نداره. مغز من هنگ کرده. هیچ کس نمیتونه کاری بکنه. من باید برگردم آلمان. منطقی ترین راه همینه. آره من میرم. آروم باش دیگه، بسته دختر، در اون حدم دیگه نیست. تو چی کار کردی با خودت؟ تو فکر کردی من میذارم کسی تو رو اذیت بکنه؟ آره من اجازه نمیدم. اصلا اینطوری نیست. گله نکن، بیا بغلم، به من اعتماد کن. دوست خوشگلم. ساواش این نباید به گوش ظریفه برسه ها، فهمیدی؟ به هیچ عنوان، فهمیدی؟ من که مشکلی ندارم، فقط یه چیزی هست. ببخشید چی هست؟ میشه بگی؟ زینب رفیق فابریک ظریفه است. چی؟ آخ ای خائنا، ای آدمای نمک نساز، همش تقصیر شماست آقا رستم. آره همه مقصرن جز تو. آره تو هیچ گناهی نداری نه؟ خودت از همه بدتری. من هر کاری که تونستم کردم دیگه. دخترای خودتم به کاروانچیا رای دادن، اینم تقصیر من آخه؟ من خودم حساب اونا رو میرسم، تو نمیخواد قصه بخوری. راستش میدونی چی آقا رستم؟ از من نشنیده بگیر، اما من میگم که چیزه. چی میگی آن؟ چیزه آقا، یادت من دخترای شما رو با پسرای کاروانچیا دیدم؟ خب مردم هی کنجکاو شدن میپرسن آقا رستم کی میخواد دختراشو شوهر بده؟ شوهر موهر در کار نیست. من بلدم چی کار کنم که زبون اونا کوتاه بشه. نیت اون کاروانچیا معلوم شد. اونا دنبال میراث بزرگ دخترای من. میراث بزرگ؟ نه چیزه، همینجوری گفتم، یعنی همینجوری از دهنم پرید. گوش کن، تو فعلا این حرفا رو ول کن. برای اینکه دهن مردم رو ببندیم باید چی کار کنیم ها؟ نه خب راستش باید همشون رو ببندی به فلک، تنبیهشون کنی دیگه. چه میگی؟ ساکت شو، مگه اینجا سر گردن است؟ راستش اینه آقا رستم. کم امروزی باش مختار، با این چیزا کسی سر به راه نمیشه. میدونی چیه؟ بهترین راه اینه که یه بهانه جدید بدیم دست مردم برای غیبت کردن. میگم چطور کاری کنیم مردم در مورد ظریف حرف بزنن؟ آره به خدا تو دست شیطونم از پشت بستی. توبه دور از جون این حرفا چیه؟ باشه الان سریع اون کاری که گفتم رو بکن، اما حواست باشه کسی نفهمه کار ماست. برو موفق باشه. خواهش میکنم بازم تشریف بیاری. باید یه طوری برنامه ریزی کنم. کاپیتان ساله، حالت چطوره؟ ممنون مریم خانم. شما چطوری؟ راستی چشمتون روشن، شنیدم زینب اومده. خیلی ممنون. معلوم هست کجایی کاپیتان؟ این اواخر دیگه اصلا به ما سر نمیزنی. یه ماهی درست و حسابی هم نمیتونم به مشتریان بدم. این حرفیه مریم خانم، این حرفتو نشنیده میگیرم. فقط کافیه بگین ماهی میخوای. خب میخوام. پس تو اولین فرصت منتظرتون هستم. چشم، حتما براتون ماهی کنار میذارم. میگم یادت چه میگفتی بابا صالح؟ زنده باشی کاپیتان صالح. خب پس برای شب منتظرم. چشم حتما. میبینمتون. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. میبینمتون. آخ مریم خانم، تو این دنیا فقط جلوی تو دست و پاهم میلرزه، اما تو نه لرزش دست منو میبینی و نه از دلم خبر داری. به چی زور زدی پسه؟ داشتم به صدای درونت گوش میدادم کاپیتان صالح. چی؟ صدای درون. مسخره بازی در نیا. بریم کلی کار داریم. رابیو باشه اومدم. وای دیدی کاروانچیا چقدر خوشحال شدن، از خوشحالی بالا پایین میپریدن. کاروانچیا؟ اونا دیگه کیان؟ قضیهش مفصله، ولش کن. بله کاروانچیا.
2 تا پسرم دارن، ساواش و باریش. باید ببینیشون، خیلی جذابن. ساواش که یه پسر خوشقد و قواره است، باریش هم که چشم رنگی مطلعه قد بلند خیلی هم خوشگله. تموم شد؟ کی از تو پرسید؟ چرا دهن لقی امینه؟ آردا هم همینطوری بود، باورتون میشه؟ اونم دهن لق بود؟ نه بابا، موهاش طلایی بود، چشمش هم آبی بود. اوف. پس دیگه از صبح تا حالا همش در مورد پسرها حرف میزنیم. شما کار دیگه ای بلد نیستی؟ بلد نیستی نه؟ اصلا هم تعجب نکردم. چرا باید بلد باشین؟ مگه چیز دیگه ای ول کن دیگه، تو هم که همه چی رو بزرگ میکنی. امینه درست میگه، بیا بریم مغازه امینه جون. من که دارم اینجا خفه میشم. برو عزیزم، برو از سایه برو. بعدم میبینم. برو دیگه، به سلامتم برو. اونجا منتظرتن. همه راست میگن غیر از من. به تو داری چی کار میکنی؟ صبر کن، یهو حوض کردم موهاتو بیبافم، خیلی خوشگل میشی. باشه فقط شبیه میمون نشم. چی شد زینب؟ چی شد؟ باز آرزا رو دیدی؟ تو رو خدا بسته دیگه. واقعا که ظریفه، خیلی بدجنسی. دختر تو یه ذره احساس نداری نه؟ دستم درد نکنه. نه خیرم، اینجوری نیست. فهمیدی؟ منم احساس دارم، شعور دارم، اینجوری هم راحتم. میگم ظریفه، تا حالا نشده یهو هیجان زده بشی؟ تا حالا نشده قلبت به تپش بیفته؟ تو معدت پروانه ها به پرواز در نیومدن؟ میدونی منظورم عشقه. لا، فوق‌العاده است. یکی دو بار قلبم به تپش افتاد اما مای گاد، تعریف کن دختر. چه شکلیه، خوشگله. خب ظاهرش که آره خوشگله، اما خب خوبه، بد نیست، یعنی قشنگه. میدونی بعضی وقتا مثل دیوونه ها میخنده. بامزه است. دختر تو رسما عاشق شدی؟ نه خیرم دیگه چی؟ واقعا که چی داری میگی تو اصلا؟ من عاشق نمیشم که عمران. باشه ولش کن ظریفه. عکسشو داری؟ فوتو، سلفی، میخوام ببینم چه شکلیه. نه ندارم، اونی که میگی و ندارم. صبر کن، من همین الان پیدا میکنم. اسمش، فامیلیش، یه چیزی بهم بگو. نمیگم زینب، ولم کن، اصرار نکن. چرا که اعصاب منو خورد میکنی؟ نمیخوام، ولم کن. نمیخوام موامم درست کنم، اصلا دلم نمیخواد. خیلی خوب، باشه بذار حداقل موهاتو درست باشه کنم. فقط زود تمومش کنی ها. اصلا نمیدونم میخوای چیکار بکنی. من واقعا شوکه شدم. چطوری قهرمان؟ کجا میری؟ پیش ظریفه. باید باهاش حرف بزنم. نمیخوام به خاطر زینب در مورد من فکر بد بکنه. فکرایی بد؟ پس تو خمیرتی، کار و بارتن. ولی اگه میخوای بری موفق باشی. وای بس دیگه، خسته شدم. اوه، برگرد ببینم، برگرد. اوه، دختر تو واقعا خیلی خوشگل شدی. یعنی الان خوب شده؟ معلومه که خوب شدی، خیلی خوشگل شدی. صبر کن، بذار یه سلفی بگیریم. ببین. لازم نکرده سلفی بگیری، دوست ندارم. تو خونه آینه هستی که میرم همونجا نگاه میکنم. من دیگه برم، کلافه شدم، میرم خودمو پیدا کنم. وا، مگه خودتو گم کردی که میخوای پیدا کنی؟ خیلی عجیبه. این دفعه نمیخوای جلومو بگیری؟ میدونی وقتی معلوم بشه تو آردایی دیگه ظریفه کاری باهات نداره. هم ماشین مال منه، هم فرمان. اگه تو دهنتو ببندی هیچ کس نمیفهمه آقا ساواش. به سلامت. نریم. هیچ قرار نیست چون تو انتخابات پیروز شدیم از زیر کار در بری. نقشمون ادامه داره. حواست باشه، فرمولو بگیرین، ماشینو ببرین، بعدم از اینجا میزنیم به چاک. شما خیالت راحت باشه، من یه نقشه حرفه‌ای دارم. خیالت راحت. وقتی این بچه رو میبینم یاد جوونی خودم بیفتم. حرفه‌ای. وای ظریفه جون، دارم میرم یوگا کنم. اینجوری شاید یکم از درون احساس آرامش بکنم. چی؟ نه دخترم، از این کارا نکن، به خدا جنی میشی، دور از جونت. آی، برای فراموش کردن آردا هر کاری لازم باشه میکنم. هر جا رو نگاه میکنم اونو میبینم، دیگه دارم دیوونه میشم. جدی میگی؟ یعنی این یوگا برای عشق و عاشقی چیز مناسبی ها؟ معلومه که خوبه. خب باشه، پس منم باید میام. بیا بریم. از واسه فاطمه میخوام برم به کوه و دشت دیگه، به جان خود. حالت خوب میشه پدر جان، عالیه. من خودم بهت میگم چی کار کنی. بیا. باشه بریم.
زینب این چه کاریه میکنی؟ این نمیتونه یوگا بکنه که میزنه خودشو ناقص میکنه. من تو دوران خدمتم توپچی بودم، توپچی. باشه ولی بابا بزرگون هیچ ربطی به این نداره. پس کن تو رو خدا. پسه باشه دیگه برو. زینب آی آردا به خدا خودش بود. آقا خلیل شما پیش آردا بود. آردا بود. من زیاد دور رو نمیتونم ببینم. کجاست ها کجاست؟ به خدا دیگه داری کلافم میکنی زینب، عجب گیری افتادم. ولم کن دیگه. باشه حتما باز اشتباه کردم. مراقب بابا بزرگم باش. باشه حواسم هست. ببین چه کارا میکنی بابا بزرگ. ظریفه فقط تو رو کم داشتم. خوش اومدی. یه چیز خیلی مهمی هست، باید بهت نشون بدم. زود باش بیا، خیلی مهمه. بدو. کجا؟ اونجا. وا خیلی کنجکاو شدم. یعنی اونجا چی میتونه باشه؟ همش همین بازی‌ها رو در میاری. بابا یه حرف جدید بزن. نمیخوام ببینم. اصلا هم کنجکاو نیستم. خودم همه چی رو خوب میدونم. نمیخوام بیام. باشه ولی فقط 5 دقیقه وقت تو میگیره. خواهش میکنم دلمو نشکن. بیا بریم. به خدا هر وقت خاصی برمیگردیم. قول میدم. پسر جون میگم نمیخوام. مثل کنه میچسبی به آدم. من کلی کار دارم. پس خودت اینو خواستی. اگه میومدی تعجب میکردم. دختری وحشی. چی میگی تو؟ میگم وحشی تو ظریفه. وحشی. ببینم تو حالت خوبه آره؟ ظریفه وحشی. حرف دهنتو بفهمم. مگه حرف بدی میزنم؟ همه دارن همینو میگن. دختره ترشیده. خدایا خودت به من صبر بده. بیا که ببینم. وایسا حالا حالی میکنم. یه دختری وحشی. چی شده برخورد؟ وایسا سر جات وایسا بهت میگم. چی شد؟ ناراحت شدی مثل اینکه ظریفه وحشی نشون بدم. ناراحت شدی ظریفه وحشی. ظریفه وحشی. فقط به خاطر یه رای باختیم. فقط یه رای. کسی که از پوست و خون منه به من خیانت کرد. خودتون بگین چی کار کنم. بکشمتون یا آویزونتون کنم. بابا به خدا ما توی کاغذ ننوشته بودیم. بله بابا. نه وقتی اعصاب منو خورد نکن. بالاخره بله یا نه؟ نه وقتی انداختیم میگم بله نوشتیم. چرا خوشحال بودی؟ وقتی یهو بابا داد سرمون فهمیدیم که باید باختیم. بالا دخترای احمق. آخه من به شما چی بگم دخترای احمق؟ حتی اگه دارویدم شما رو ببینه از اینکه تئوریش تبدیل به واقعیت شده خوشحال میشه. مگه میشه نفر انقدر ابله باشه؟ چرا اعصاب بابا رو خورد میکنی؟ عامر بله بابا. اینا رو ببر تو اتاق حبسشون کن. 3 روز حبسشون میکنم. تازونم بدون آب و غذا. یکم انصاف داشته باش بابا. مگه شوهر کردن جرمه بابا؟ شما نفس کشیدنتونم جرمه. وقتی که من زنده‌ام شما حق شوهر کردن نداری. بیایید بریم. ببرشون عامر. برو. آخ مختار به خدا بیچارت میکنم. ایفون چه وضعیتی شده. خدیجه اونو ولش کن. مختار تا خوبی؟ آره خوبم. گوش کن ببین چی میگم. برای دختری آقا رستم یه میراث بزرگ از پدر بزرگشون مونده. من میگم بیا ایکنا رو غالب عثمان بکنیم، بعدش هم سهممون از اون میراث بزرگ بگیریم و حالشو ببریم. جدی میگی؟ مگه میراثشون چقدر بزرگه ها؟ والا گفتم که میراث پدر بزرگ مگه میشه کوچیک باشه آخه. وای بگو پولدار شدیم بس. آی گوش کن یه فکری به سرم زد. تو برو ایکنو رو بردار، بعد برو بازار مثل این مادر شوهر رو براش یکم خرید بکن باشه. اون که راحته. با این دیوونه چی کار کنم؟ 1001 شبی امینه که بی تو زندگی هیچ امینه. آی امینه من خیلی بدبختم. آی دیوونه خیلی خوشحالی ها. خبری شده؟
نه بابا جون، من از قصه زیاد نمیدونم چی کار کنم. واسه همین بغلش کردی آره؟ آها تو اونو میگی. منظورتونه میدونی چیه؟ وقتی ما تو انتخابات پیروز نشدیم خیلی قصه خوردم، باورت نمیشه. از غم زیادی یهو امینه رو بغل کردم. همین. پسرم تو چرا اینقدر قصه میخوری ها؟ اینطوری پیش بری آخر دیوونه میشی ها. تو روسمون این همه دختر خوشگل داریم. بذار یکی از همونا رو برات بگیرم. نه این امینه رو ولش کن بری. راست میگی. بله. دختره آقا رستم هم خوشگلن، هم برازنده خونوادمونن، مگه نه؟ درسته؟ آمان میگم میشه حالا گوش کن عثمان، الان مادرت باهات حرف میزنه. خوب گوشاتو وا کن ببین چی میگه. باشه منم دیگه باید برم. کلی کار رو سرم ریخته، باید انجامش بدم. من دیگه رفتم. خدافظ. مختار این چی؟ کی رو داده دست من ها؟ بگیر بابا. ظریفه بدو بیا ببینم. بدو وایسا اینجا، وایسا وایسا زود باش. کردی. بیا میخواستم همینو بهت نشون بدم. وای قیافه اینو ببین اینجا. ای بابا این همه زحمت کشیده بودم. چی کار میکنی؟ میگم ظریفه تو همیشه بخند، خنده خیلی بهت میاد. عصبی نشو، داد نزن، فقط بخند. چی کار کنم؟ خب عصبی میکنی دیگه، عصبانیم نکن. چی کار کنم؟ جور دیگه نمیتونستم بیارمت اینجا، وگرنه میدونیم از مدل موها تعریف میکردم. آها نه بابا اونو دوستم برام درست کرده. چیه چت شده؟ آفتاب خورده تو سرت؟ به خاطر رأی تو ما اینجا موندگار شدیم. خیلی وقت بود پدر و مادر ما اینقدر خوشحال ندیده بودن. اینا برای ما خیلی ارزش داره. من گفتم یه جوری جبران کنم. اینا رو تو آماده کردی؟ وای از اون میترسی؟ آخه کی از این کوچولوها میترسه؟ عزیزم تو 10 برابر از اون بزرگتری ها. بیچاره الان قلبش داره تون میزنه. والا دل منم داره تون میزنه. ساندویچ خوشمزه درست کرده بودم، گفتم میایم پیکنیک. چی میگی بابا؟ کدوم پیکنیک؟ من خودم هر روز تو این دشت دمنم دیگه. بیا بشین دلمو نشکن دیگه. از وقتی آشنا شدیم همش داری دل منو میشکنی. بیا یه فرصت به خودمون بدیم از اول شروع کنیم. چی رو شروع کنی؟ حتما با روش اسم بذاریم. چی میگی؟ اصلا نمیفهمم چی میگی. چی رو شروع کنیم؟ اونو بگو. چرا همه سوالامو با سوال جواب میدی تو؟ پیکنیکو میگم بابا، پیکنیک. فکرای بد نکن. ببینم همه این کارای تو یاره؟ کار منه. واقعا چی کارا کردی؟ بشین. خانوما پسر حنیف خانومو که دیدی؟ سر زنش هوا برده. دختر هوریه هم حامله شده. دختر ساندویچ که با شوهرش فرار کرده. دخترشم دختر شوهر اولشه. بسه دیگه بسه. مخم رفت دیگه بسه بابا. نگاه کنین کلم باد کردی. مختار بگو ببینم چی کارمون داشتی ما رو کشوندی اینجا؟ خانوما یه خبر خیلی خوب شنیدم. بیان جلو بیان. چی خبر مهمی؟ چی شده؟ با پسرای کاروانچی میپردازی. ظریفه دختر سالم بود. باورم نمیشه. من دارم بهت میگم اطلاعات من خیلی موثقه. حالا از ما چی میخوای مختار؟ باید این خبر رو تو کل روستا پخش کنی. در مقابلش هم همتون یه شام خوشمزه مهمون منی. تازه غیر از اونم به هر کدومتون یه دونه موبایل میدم. کاری میکنم که حرفاتون به گوش همه مردم جهان برسه. خیلی خوب دیگه یالا بریم ببینم چی کار میکنیم. آفرین خانم. دختر فکر کنه تافته جدا باره. اتفاقا از اینجور آدم ها باید بیشتر بترسی. این چه وضع خندیدن مختار. این آدم خندیده. ظریفه میخوام یه چیز خیلی مهم بهت بگم. چی؟ حواست کجا؟ هیچی، من یه دوستی دارم از بچگی با هم بودیم، زینب. از صبح دارم به اون فکر میکنم. مگه دوست چه بلایی سرش اومده؟ هیچی، اون
رفته عاشق یه پسری شده. پسرم همه پولاشو گرفته خرج کرده، بعدم ولش کرده. چه اتفاق بدی. آره خیلی. اونم صبح تا شب همش میگه آردا دیگه هم هیچی نمیگه. یعنی حالش اینقدر خرابه؟ آره دیگه همینو میگم حالش خیلی بده. آخه میدونیم مقصرم خودشه. تو اینجور آدم رو از کجا پیدا میکنی که عاشقشون میشی آخه؟ شاید هم اینقدر آدم بدی نبوده. کی آردا رو میگی؟ خب شاید اونم دلایل خودشو داشته باشه. بالاخره آدما که الکی یه کاریو نمیکنن، حتما یه چیزی بوده. شک نکن. بابا آخه چی میخواد باشه؟ این چه حرفی هستن؟ کی میتونه اینقدر عوضی باشه؟ اینجور آدما رو باید وسط نصفشون کنی. باید با چماق همچین تا میخورن بزنیشونا. نفسشون بالا. یا ساندویچ بخور. نه نمیخوام نه. ای بابا در مورد اون بیشور حرف زدم مثلا اشتهام کور شد. بذار یه چیزی بهت بگم. اگه آرزوت برآورده نمیشد، خب بزرگترین آرزوت چی بود؟ چی آرزو میکردی؟ دلت میخواست چی کار کنی؟ این چه سوال مزخرفی آخه؟ سوال مزخرفی، اما میخوام تو رو از نزدیک بشناسم. یعنی اگه من آرزومو بهت بگم تو از نزدیک منو میشناسی؟ آره خوب. نمیدونم، من آرزوی خاصی ندارم. چرا آرزوی خاصی نداری؟ خب ندارم دیگه. مثل بقیه که میگن دلم میخواد پول داشته باشم، ثروتمند باشم. من همچه آرزوهایی ندارم. از دخترها میپرسی چی میخواین؟ میگن شوهر میخوایم، یه شوهر خوب باشه، دوستم داشته باشه. من از این آرزوهای الکی پلکی ندارم. واقعا تو اینو نمیخوای؟ نه معلومه که نمیخوام. چرا باید بخوام؟ پس تو چی میخوای؟ من مثلا دلم میخواد برف ببینم. چی؟ برف دیگه. تا حالا برف ندیدی؟ یعنی چی؟ تو روستای ما اصلا برف نمیاد که. تا حالا ندیدم. از اینجا هم که نمیتونم برم. از بچگی دلم میخواسته برف ببینم. خیلی دوست دارم. فقط همین؟ یعنی اگه همه امکاناتم داشته باشی تنها آرزوت همینه که برف ببینی؟ آره همینه. چی شد؟ خوشت نیومد؟ چرا؟ خیلی باحال. خب آقا باریش، از صبح تا حالا خدا میدونه چقدر دروغ گفتی تا بتونی پول رو به دست بیاری.